بسم الله الرحمن الرحیم. بنده امینی هستم و توی این آموزش میخوام به صورت مختصر نحوه کار کردن با پنل حسابداری باورکت رو بهتون توضیح بدم. 4 مورد رو ما توی این آموزش قراره راجبش صحبت کنیم. اولیش نحوه ورود به پنل هست و یه سری تنظیماتی هست که ما باید انجام بدیم که لازم نباشه هر دفعه ایمیل و پسوردمون رو بزنیم. فقط مورد دوم یه سری توضیحات راجع به ثبت مشتری و صندوق هست. مورد سوم نحوه ثبت تراکنش و مورد چهارم هم نحوه ثبت حواله هستش. خب ببینید، برای شما یک پیام یا توی SMS یا تو واتساپ ارسال شده که از طریق این پیام شما میتونید وارد پنل بشید. در واقع ایمیل و رمز عبور شما هست. ببینید یه همچین پیامی که ما باید چیکار کنیم. ما در ابتدا باید این لینک این پایین رو کپی کنیم که نوشته شده آدرس پنل سایت و وارد یکی از مرورگرهای گوشیمون بشیم که من پیشنهاد میدم وارد مرورگر گوگل کروم بشید. این مرورگر خب من از قبل وارد شده بودم، مسئله ای نداره. و این بالا تو قسمت سرچش ما این لینک پنل رو کپی میکنیم و روش اوکی میکنیم و وارد این صفحه میشه. ما این صفحه رو میتونیم به صفحه گوشیمون مثل یک اپلیکیشن اضافه کنیم. به چه صورت؟ روی این فلش این بالا کلیک میکنیم و روی این گزینه اد تو هوم اسکرین، اگه فارسی باشه اضافه کردن به صفحه اصلی نوشته، باید کلیک کنیم. روی این اینستال همین اولیه کلیک میکنیم و اینجا میتونید هر اسمی بنویسید. اگر که بنویسید ورود به پنل باورکت یا بنویسید پنل باورکت خیلی بهتر هستش. خب ببینید الان این آیکون اضافه شد به صفحه گوشی ما که مثل یک اپلیکیشن عمل میکنه. اگر روش کلیک کنیم وارد یه همچین صفحه میشه و ما میتونیم اینجا ایمیل و پسوردمون رو وارد کنیم. ایمیلی که به ما داده شده تو این پیام تو این قسمت هست ایمیل bavarkat@gmail.com. حالا ممکنه به شما ایمیل خودتون رو ما ارسال کنیم، قطعا همین کارو میکنیم دیگه. من اینو وارد میکنم و رمز عبور هم خب قطعا برای ما ارسال شده. و روی ورود کلیک میکنیم. این بالا این گزینه سیو رو حتما باید بزنید و وقتی این گزینه سیو رو بزنید اتفاقی که میفته ببینید چیه. من از این کلا خارج میشم، روی پنل باورکت میزنم، روی ایمیل کلیک میکنم. ببینید اینجا برای من آورد ایمیل و رمزم رو که کافیه روش کلیک کنم و دیگه وارد پنل میشم. هر دفعه لازم نیست که ایمیل و رمزم رو من وارد کنم. خب این از نحوه ورود به پنل باورکت، پنل حسابداری باورکت. حالا ببینیم چجوری ما مشتری باید اضافه کنیم. ببینید این بالا یه سه تا خط وجود داره. روش که کلیک کنیم یه منوی برای ما باز میشه که اول اسممون رو نوشته، بعد یه سری صفحات هست که شما میتونید به این صفحات دسترسی داشته باشید. صفحه اول همین صفحه گزارش عملکرد هستش که شما یه سری اطلاعات راجع به مشتریاتون میتونید داشته باشید. اولین کاری که ما باید انجام بدیم اینه که مشتری اضافه کنیم. برای این کار میریم تو قسمت لیست مشتریان، روی افزودن کلیک میکنیم و اینجا یه شناسه کاربری رو براش انتخاب میکنیم. مثلا میذاریم شماره 1. همه مشتری ها یه شماره باید داشته باشن. من اینجا می نویسم رحیم غلام حسن. رحیم نام پدر غلام حسن. محل تولدش رو هم میذارم کابل و حتما باید شماره موبایل براش وارد کنیم و شماره موبایل درستی هم باشه. میتونید آدرس، نام خانوادگی و یک سری توضیحات هم وارد کنیم. اینجا لازم نیستش که ما پسورد داخل پنل رو بزنیم، فقط توی ویرایش باید پسورد رو بزنیم. پسورد داخل پنل هم توی این پیام برای شما ارسال شد. ببینید رمز داخل پنل 1 2 3 4. خب روی ذخیره کلیک میکنیم و مشتری ما ساخته میشه.
یه مشتری دیگه هم من میسازم و ببینید برای ما SMS هم اومد. ضمن سپاس از افتتاح حساب با نام کاربری رحیم غلام حسن از امانتداری آقای امینی با کد 1020. هر امانتداری یک کد داره. برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به سایت باورکد مراجعه کنید. خب براش پیامک خوش آمدگویی ارسال میشه. من یک مشتری دیگه هم سریع بسازم. خب اینم از این. ما 2 مشتری درست کردیم و حالا میریم سراغ افزودن صندوق. صندوق ها اختیاری هسته. شما میتونید از این قسمت وارد صندوق ها بشید و اولین صندوقی که درست میکنید با مقدار 0 و نوع تومان هستش و می نویسیم صندوق راه اندازی. اسم خودتون هم میتونید به عنوان نام صندوق بزنید. این صندوق رو حتما باید بسازید چون در ادامه کار خیلی بهتون کمک میکنه و اصلا لازم هستش. یه صندوق دیگه هم من میسازم به نام صندوق صادرات شماره 1234. مثلا 4 رقم آخر شماره کارتش 1234 و اسم صندوق رو هم نام صاحب صندوق رو هم میزنم. خب الان ما اینجا دو تا صندوق داریم و به همین راحتی صندوق های ما ساخته شد. ارتباط مشتری با صندوق رو هم تو قسمت بعدی بهتون الان توضیح میدم. توی قسمت سوم که ما میخوایم الان یک تراکنش ثبت کنیم، ابتدا تاریخ رو مشخص میکنیم. دقت کردید من اومدم روی قسمت تراکنش های روزانه. تاریخ رو مشخص کردم، شهر عملیات رو میذارم واریز، درخواست کننده یکی از مشتری هام واریز کرده، اسمش رو میزنم، دریافت کننده رو کاری نداریم، مبلغ رو میزنیم 1000 معنی 1,000,000 تومان رو میده و صندوق به صندوق صادرات هم واریز کرده و یه سری توضیحات اگه بخوام میتونم بزنم. کمیسیون هم اینجا کاری نداریم و روی ذخیره کلیک میکنیم و این تراکنش ما ثبت شد و برای مشتریتون هم به این شکل SMS میاد. به این صورت رحیم غلام حسن واریز 1,000,000 تومان، ماندش هم 1,000,000 تومانه. به همین صورت ما میتونیم تراکنش برداشت و انتقال هم داشته باشید. منظور ما از انتقال بین 2 مشتریه. ببینید مثلا من میخوام از حساب رحیم غلام حسن به غلام محمد عبدالرسول 500,000 تومان انتقال بدم. نوع انتقال هم تومانه و روی ذخیره کلیک میکنم و این 500,000 تومان منتقل میشه به حساب مشتریم. ببینید الان اگه وارد صفحه رحیم غلام حسن بشیم، واریز کرده بودن ایشون 1,000,000 تومان، بعد انتقال دادن به حساب غلام محمد عبدالرسول 500 تومان و الان موجودیشون این بالا مشخصه دیگه 500 تومان موجودی دارن. و اگه وارد صفحه غلام محمد هم بشیم میبینیم که یک انتقالی از رحیم غلام حسن براشون صورت گرفته که الان 500 تومان موجودی دارن. منظور از این 500,000 تومان هستش که توضیح دادیم. حالا به چه صورت ما میتونیم حواله ثبت کنیم؟ از این قسمت وارد قسمت حواله ها میشیم. برای ثبت حواله هم ابتدا تاریخ رو مشخص میکنیم. قطعا شما یک نامبر حواله ای دارید، اونو وارد میکنید، مثلا 358. اسم مشتریتون رو وارد میکنید. گیرنده مثلا داخل افغانستان هست عبدالله، ولایت مثلا کابل، مبلغ افغانیش مثلا هستش که 100 افغانی، نوع حوالش تومانه، نرخ روز هم مثلا 1200. پس 83,000 تومان از حسابش برداشت میشه. حالا من فقط دارم یه مثال میزنم، ممکنه که حالتهای دیگه مبالغ بالاتر باشه. ما اینجا صندوق راه اندازی تومان رو انتخاب میکنیم و توی قسمت آموزش‌های تکمیلی و جامعمون بعد از اینکه شما پنل رو تهیه کردید بدونید که چجوری صندوق همکار اضافه کنید و نحوه محاسبه خرید و فروش افغانی و محاسبه سودتون به چه صورت میشه. روی ذخیره کلیک میکنیم. این بار دیگه به ما ارور نمیده چون اونجا امکان منفی شدن بهش دادیم. ببینید الان برای مشتری تو 3 تا SMS ارسال میشه. نامبر، ولایت هرات، به نرخ 1200 شما یه حواله داشتید،
از رحیم غلام حسن به عبدالله. مبلغ حوالتون 100 افغانیه. مقدار برداشتتون هم 83,000 تومانه که کلا 500,000 تومان داشت. 83,000 تومان کم بشه 417,000 تومان تو حسابش باقی میمونه. و اینم از ثبت حواله. بعد از اینکه شما پنل رو تهیه کردید و استارت کارتون زدید، آموزش‌های تکمیلی هم براتون ارسال میشه که بدونید دقیقاً باید تو هر قسمت پنل به چه صورت عمل کنید. جهت دریافت پنل هم میتونید همین الان به واتساپی که باهاتون در ارتباطه یا همکاری که باهاتون در ارتباطه تماس بگیرید و ازش درخواست بدید که به چه صورت پنل اصلی رو برای خودتون فعال کنید. درود بر شما و خدا نگهدار.